واقعا در تشکل اندیشه ملی و تحکیم استقلالیت نقش کتاب خیلی بزرگ است. معصومین دستگیری های معرفت پرورانه پیشوای معظم ملت است که سالهای آخر سالهای کتابداری، علم و عرفان روز به روز رشد نموده شده است. آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است که سال سوم در مملکت گذرانده می شود. ساکنان و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه شهرنو برای اشتراک به این آزمون آمادگی می‌بینند. خوانندگان را بیشتر در کتابخانه‌های مؤسسه‌های تعلیمی دیدن ممکن است که هر یک کوشش می‌نماید بیشتر کتاب مطالعه نموده آرزوی اشتراک آزمون را دارد. ما کتابداران نیز کوشش می‌کنیم که خوانندگان یعنی اشتراکچیان آزمون فروغ صبح دانایی را با کتاب‌های لازمی از روی 5 نامیناسیون تامین نماییم. در کتابخانه ما خوانندگان زیاد اعضاییم و اشتراکچیان زیاد نیز داریم. در مؤسسه علاقه دور اولی آزمون فروغ صبح دانایی گذشت که ما چهره‌ها را علاقه انتخاب کرده با دور ناحیوی پیشنهاد کردیم. شعبه معارف ناحیه شهرنو اطلاع می‌دهد که سال گذشته در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از حساب خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه 7 نفر تا به دور جمهوری راحت گرفته سزاوار جایهای نمایان گشتند. بیشتر ذوق خوانندگان را بیدار می‌نماید. این آزمونی که امروز رفته شده است و کتابخوانی فرزندای ما بیشتر امروز کتاب می‌خوانند. امروز ما آن خوانندگانی که در دور ناحیوی غالب شدند آنها را برای به دور جمهوری آماده نمودن به کتابخانه کتاب‌های بدیعی آماده نموده و برای اشتراک آنها حرکت میکنیم که در دور جمهوری اشتراک نمایند و سزاوار جایهای نمایان گردند. قابل ذکر است که آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از 4 دور عبارت بوده. شروع از ماه ینور تا ماه دکبر ادامه می‌یابد. از همین خاطر امروز در تمام مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه برای جلب خوانندگان به کتاب چاره‌بینی‌های گوناگون گذرانده می‌شود.